درود عرض میکنیم دوستان عزیز و ارجمند. برنامه گنجور است و در برنامه امروزه گنجور ما گنجینه های فولکلوری مردم شهر نو را باز خواهیم کرد و امروز ما را همراهی میکنند یک گروه هنرمندان بخش فرهنگی ناحیه شهر نو از انسامبل فولکلوری اتنوگرافی نسیم قراتوق که با یک ترانه جذاب برنامه امروزه را آغاز بخشیدن. من همه شما رو با برنامه امروزه گنجور خیر مقدم میگم و واقعا هم شما گنج های به بهای فولکلوری همین مردم تاجیک هستید که تا حال حفظ میکنید، نگه میدارید همین گنجینه های به بهای مردمی رو و باز هم برای مردم میرسانید. من درود میفرستم به شما، آفرین میگم و بیاید یک صحبت زیبای آرایم اطراف همین انسامبل و فولکلور مردم شهر نو که اینقدر فولکلور آوازه‌دار است و اینقدر فولکلور شیرین است و در خود فلسفه و معنی خیلی بزرگ نهفته است در آن. خب من میخواستم بدونم که همین انسامبل نسیم قراتوق چگونه تأسیس یافت و عموما در وقت تأسیس یافتنش چه کارهای انجام داده شد؟ از سال 2004 تأسیس یافت. البته در اول مشکل تر بود چون که جمع نمودن استعدادا ولی برای ما کمتر سخت‌تر بود. بعد واحد کاری کمتر داشتیم. نزد انسامبل همین خیلی وظیفه گذاشته شده بود، خیلی که این اقدام استاد ظفر ناظیموف با انسامبل گنجینه تأسیس داده بودن. همون جمع آوردن همون سرود و رقص هایی که به فراموشی رفتن خاصی مردم شهری نو است. بله، بعد همونا جمع کرده تیار نموده باز بر روی صحنه یعنی زنده کرده نمایش دادن. بله و همین انسامبل نسیم قراتوق بیشتر با بانوانش در کل جمهوری شناخته است، خاصتا همین طرز لباس پوشی و طرز همین روی مالبندی بانوان خیلی عجیب است. این یگان فلسفه خاص دارد و من چگونه است، این از کجا آمده است و چرا شما محض همین طرز لباس پوشی را انتخاب کردید؟ پیشتر زنهای بایهای ما همین خیلی لباسهای قیمت بر میکردند و همین خیلی سر و انجامهای قیمتی مردم قدیمه را داشتند. ما همین را در نظر گرفتیم، همین خیلی میدونیم. یعنی شکل لباس پوشیشان همین گونه خیلی بودند زنهای خب بای. چگونه آرایش ها داشته همین گونه لباس ها من از چی عبارت است؟ مثلا خلعت های مخصوص، سربند های مخصوص، رمال های ابر قراتوق، لباس های و غجم های قدیمه. خب چگونه مردم قبول میکنند بغیر مردم شهر نو که شما مثلا سفرهای زیاد نیست دارید به منطقه های دیگر و همین گونه فرهنگ و همین گونه مثلا طرز لباس پوشی رو به دیگر جاها نیز میبره؟ به دیگر جاها سفر کنیم ما رو خیلی نقص استقبال میگیرن. جایهایی میشود که از دیگر مملکت ها مهمان ها میبیان، موها رو با یک دیگر و آغوش گرفته با موها صورت میگیرن. همین لباس های قدیمی ما رو خیلی و یا نقص و استقبال میگیرن، دوست میدارند. همین عنعنه قدیمی تاجیک رو دوست میدارن. لباس هایتون رو کی میدوزد همین شکل؟ زنهایی هستند که زنهای قدیمه نه کمپیرهایی که پیش بودن میدوختن ها زیرنگی ها نمیتونن خیلی میتونند با اون اصلش نیده. اولا قراتوق بودگی زنهایی که در قراتوق در می ناحیه شهر نو زندگی میکردن این لباس ها رو نقض میدوزن. انا این لباس هایی که در از تگ کرته ها ما میپوشیم این لباس های درفش قراتوق میباشد. انا می رو زنهای پیش از زنکای قراتوق پیش بودگی آدماش میتونه ها زیرنگی یاشون نه. اینو مخصوص گلدوزی خاص دارد؟ فقط در آستین است؟ فقط در آستین می شود که از تگ کرته ها می پوشیم. همین دختی قراتوق است. دخت و خلعتات هم باید کمی کشاد باشد، آستین های کلان داشته باشد. این مثلا هنگامی رقصیدن و یا که اجرای سرود کردن به شما خلل نمیرسونده که کمک میکنن؟ نه کمک میکنند. آستین الان خیلی میجنبونیم که صحنه را زیب میدهد. عجیب، واقعا خیلی عجیب است. و سرودها رو چگونه پیدا میکنید شما؟ سرودها رو از بین مردم
همین سرودهای قدیمی مردم روبوی. فولکلوری قدیمی هست. ما از شما فولکلور بیبیاتون از بیبیاتون اون چیز آموختید من درباره همین لباس پوشیدن و اینکه مثلا سرود خواندن و من اون چیزهایی که بیبی های ما داشتن آنهای قدیمی که در میانی مثلا پیرزن های ما رایج بود و حالا هم هستن نفرانی که میگن آنها ها رو مثلا ترغیب میکنن وجود دارد. اصلا خود شما از بیبیاتون چی آموخت؟ من از بیبیم همین میدونم که بیبیم پیر بودن، همین فقط کرتای هم خیلی میپوشیدن. بعد همین میشستن همین خیلی گردی صندلی به فقط روبایی میگفتن. من همین از بیبیم بسیار ترگی همین روبایی آموختم. بسیار ترگی روبایی چی نوی روبایی؟ میتونید برای ما بگید؟ ای گندم که خوب رویه درم کردمت، ای من آزه به خانه پدر میکردمت، ای من میدانستم خانه پدر غنیمت، ای چند سال دیگر مجرتی میکردمت، ای من میدانستم خانه پدر غنیمت، ای چند سال دیگر مجرتی میکردم. قندول دانه میانی قندول دانه هرگز نشود وقتی اول بگانه، مردم ها میگن نو خوبه یا کهنه، اینو در گفتگو راحت جانم کنه، اینو در گفتگو راحت جانم کنه. این روبایت شما از کی آموختید؟ من برای شما کی آموختید؟ بیبیاتون چه خیلی بودن؟ چگونه لباس بپوشیدن؟ چگونه عادت‌ها داشتن؟ بیبی من بیستارگی من اوموچ میکردن، اوموچ میکردن، انا قروتاب، شکراب، بعد همین پیش نزدیک پیچکه به من صندلی بشته پخته چیکتک میکردن. همین گونه فضا داشت صندلی های تاجیکی. متاسفانه خیلی کم شده از عینی حال. بله، حتی بله. در روستاها نیز کمتر میبینیم صندلی. بله. خیلی که نیست. بله. و در نزد بیبیاتون می نشستید و اون پخته های بزرگ هم می آوردند و برای نبیرها تقسیم میکردند و دیگر پنبه دانه تازه میکردید. تا ساعتی چند می نشستید افسانه های بیبی را گوش میکردید؟ اون وقت اون سالا که خورد بودیم راست دیگه اکو نمیدونم تو چقدر همین تو خوابمون بردن پخته چگیتا کرد افسانه گوش کرده میستادیم اون یک افسانه هاشون در فراموش شده. خب واقعا و راستی همین گونه فضا، همین گونه مثلا صندلی های زیبا، من فکر میکنم که در نزد همین گونه صندلی ها اکثر مردم تاجیک خاطره های خیلی زیبا دارند. خاطره های بچگی، همون زمان شیرینی بچگی که در نزد صندلی ها با بیبی ها و بابا ها می نشستیم و چه نقل و قصه ها و چه سرود های عجیب می شد و ما دوستان عزیز با اون خاطر همین گونه یک فضا را انتخاب کردیم که در قدیم همین گونه فضا یک فضای محفلی بود. مثلا در روستاها مردم جمع می شدند، در نزد صندلی می نشستند و تا نصف شب بینی هم بزم می آراستند. بزم های قدیمه خیلی بزم های زیبا بودند، سرود خوانی می کردند و اونجا خیلی مثلا یک فضای فرهنگی زیبا داشت. خوشبختانه همین گونه فضاها، همین گونه مثلا عادت‌های قدیمه امروز در سطح رسمی دستگیری می شود از جانب حکومت تاجیکستان و انسامبل‌های خاص در منطقه‌های تاجیکستان هست که برای احیا کردن همین فولکلوری مردمی تاجیک تلاش میکنند و یکی از همین گونه انسامبل‌های مشهور نسیم قراتاق است. خاصتا همین قبلا انسامبل بیبی ها نیز میگفتند، بیبی ها میگفتند بیشتر در اونجا مثلا پیرزن ها و فعالیت میکردند، ولی خوشبختانه امروز جوان ها نیز به همین گروه پیوستند که من فکر میکنم این بسیار عنعنه خوب است و باید بیشتر رونق یابد. و همچنین در برابر آنه که مثلا شما سرودهای زیبا میسرایید، یک رقص های خاصه نیست هست، رقص های با همین لباس های زیبا
که ارغوشت های شما را زیباتر میکنند. من میخواستم درباره این رقص ها بگویید که این رقص ها را از کجا آموختید؟ از استادان خودمون، اپای بیبی رجب، اپای مرحبا، از زمینه آموختیم رقص های. از سرودهایی که بیبیتان میخواندن چی در ذهنتون است؟ بیبی هم سرودهای قدیمه هم میگندم که خود روی درو میکردم. میتونید برای ما اجرا کنید؟ ای گندم لالا میانی گندم لالا، ای عاشق شده یم با بچه قیغالا، این بچه قیغالا و ما دل داره، ای دو چشم سیاه زبانی بلبل داره، ای دو چشم سیاه زبانی بلبل داره. آفرین. افسانه میگفتن بیبیتان؟ بله، افسانه های قدیم 70 درون میگفتند به ما نقل میکردن. افسانه های کلی زیرک میگفتند، ما فریم میکردن که ما پخته جدا کنیم. و مثل یک فیلم بود افسانه های بیبیا. البته همه خیلی بودن. و امروز شما برای نبیرهان افسانه نقل میکنید؟ البته. تشکر زیاد. و باز چیز سرودی دارید که در یک جای اجرا ما میکنید؟ بسیارتر رقص میکنیم وقتی که ما در جای کار جمع میشویم. ما خیلی سرودمون هم میبینیم، با رقص های هم میکنیم، تیاری و صحنه های تئاتری نیز میسازید همینطور؟ البته خب ما داریم تئاترکی و یا علایده خودشان دعوت میکنن. از اون نفرانی که در تاسیس همین انسامبل نسیم قراتاق سهم گذاشتن اکثریتشون در میان ما نیستن. البته اونها خوشبختانه شاگردان زیاد تربیت کردن در همین سهم، ولی آنها یک گنجینه های بهایی بودند که عمر اونها را از میان ما برد، ولی همون کارهای ماندگارشان امروز در میان هنرمندان در میان نسل جوان همین انسامبل هست. من میخواستم درباره همون نفرانی که در تاسیس دادن یعنی انسامبل سهم گذاشتن و خیلی زحمت زیاد کشیدن برای ما خیزه کنید. همین سهم همین انسامبل فولکلوری بسیارتر در اینجا اپی بیبی رجب هستند که اون کس رهبر ما بودن، حاضر اون کس به نفقه بر اومدن. در اینجا اپی مرحبا بودن، اپی بیبی رجب بودن، با اون کس هم خالا گلی بودن. خیلی زنهای ما بسیار بودن، خیلی بسیار بودن، مردهامون هم بسیار بودن. ما یک جای میشیدیم قریب تا 20 کس 22 کس میشیدیم. خیلی این گردش فلک همه رفتن، حاضرن جوانان آمدن. انا در جای اون کس در جای اپی بیبی رجب ما حاضرن گلسره بانو رو گرفتیم، فرزانه بانو رو گرفتیم. و یک سرودی دست جمعی دیگه دارید که پیشنهاد کنید؟ تشکر زیاد. چهارباغ منطقه خاص است در قراتاق؟ فکر میکنم که هنرمندان نیز از اینجا زیاد هستند. همه در قراتاق ما 4 گذار ماندگی ده. گذار چرمگرا،
گذاری چهارباغ، گذاری آودوز، گذاری تاشقرغان. هر یک کدام است برای خودش یک مخصوص و دارد که گذاری چرمگرو چرمگرا بودن، کفش میدوختن. من این چیزایی که من چیزای قدیمی میدوختن من خیلی بایا بود. این گذاری تاشقرغان با از بالاتر با گذاری آودوزش همین که همین آم نمیبرون رفته دیگه جا دایره آم میبروردن. این گذاری چهارباغش که من این طرفی این با مرکز نزدیکتر است. با هم مرکز نزدیکتر است. برای سوای گذاری چهارباغ نام آمدگی در همین قرطاق ما. من همین استاد خودم من خریف اشورالی استاد خودم بودن. انا اکا عبد حامد رؤوف دایره‌چی که از همون چیزا رقاصای پیشتری که من همین رقصی قدیمی هایی وای داشتن، مردونگی داشتن. انا بسیار من از این بابای قرطاقچی بودن. همش از گذار چهارباغ بودن. نه اکنون اینا گذار چهارباغ کمتر بودن. بعد اون گذارا بودن از چرمگر بودن. من خاله اشرای بودن. انا از همه بهترین چیزایش همین فولکلور همین قدیمی که یکمین همین فولکلور در همین قرطاق برپا کرده بودن. همین خیلی گروه ها که همین 4 دولت خارجی رفته آمده بودن. اینها همینها برآمدای من همین انسامبل فولکلور قرطاق رفته برآمد کرده آمدن همینها. و حاضر در گروه شما مردها اصلا چیکار میکنن؟ سرود میخونن یا اینکه بیشتر مطربی میکنن؟ نه در گروه ما من هستن که من دایر نماز هستن و انا خیلی حافظه هم هستن از حساب مرد و خیلی یکم من خودم من اسبابای نفسی مهتر مینوازم، رقص قدیمه دارم. انا همین فولکلور و انا رقص گفتید. بیا درباره رقص حرف زنیم. رقص چگونه است؟ چگونه حرکت دارد رقص‌های مردم؟ اکن رقص‌های مردم این پیش رقص‌هایی بودن که یک اینتا مردم رقص میکرد یک با هیجان با یک اینتا چیزی وای میکرد حرکت‌های خیلی حرکت‌هایی که همه رنگ هجوی آور شوخ بود. من هم خیلی چیزا بود. من از همه روی یک همه رقصم همین پدرم برای من یک توی کرده دادگی که همین پسری ما همین رقص یاد رقص‌های قدیمه بود. این هر خیلی رقص‌های قدیمه حاضر کردن نمیتونه. یعنی در اون وقت اگر مرد همون گونه رقص ها رو می‌آموخت یک از خود میکرد یک افتخار بود. یک افتخار بود برای همون وقت برای یک رقص یاد گرفتن بینید که یک توی میدادن. مثال من زمستان میشد من یک معرکه بشتم همین خیلی برآمدن کشیدن بازی به من همون رقص قدیمه یاد گرفتم. چگونه بود؟ میتونه دگان حرکتش رو وای من این رقصی که من خیلی کردم همین خیلی باز میگنید و یا حجوه آور که مردم در حیرت میمون. با پیاله و با این گونه مثلا با پیاله هم بود با هر یک نموده چیزایی که من خیلی رقصای قدیم حاضر همین من یادم هست مثلا مردهایی بودن که حتی پیاله رو در پیشونهشون میچسبوندن دکفی دستشون با دست با پیاله با این گونه چرخ میدادن. این رقصا رو مخصوص بود هنرمندانی مخصوص بودن که میآموزاندن. همین کم شده ایستادگی است برای سوای همین ما همین حرکت میکنه که همین چیزای قدیمه گم نشود که باید شاگرد برآوردن در کار. هر یک آدم آخر یک شاگرد برآورده اصلا بهترین. مثلا رقاصان بهترین رو میدونید در یادتون هست که در اون وقت که ها بودن از میان مردها که معروف بودن و همین گونه حرکت های عجیب رو انجام میدادن؟ بودن از هر رایونا بودن. من ارزوادی ایثار من همین کلی رحمان میگفتم با لقباشون میشناسن. قاری سید بابا بودن، انا قاری چاله بودن. من این آدما بودن که آخی می برآمدن و یک بازی میکردن و مردم همون ذوق همون چیزاشون در همون وای میشد. یک مثل صحنه بود. یک مثل صحنه مثلی که یک معنی خاص دارد همین گونه حرکت هایی که اجرا میکردن داره. خب همین یک معنی که همون وقتا به همین با هیجان بوده. این خیلی رقصا این خیلی چیزا آتش میافروختن در بعض علامه که کنده علا بود وقتا گرد کند همین خیلی وای میکردن حافظا میخوندن همین من همین کنده علا میکردن همین گرد همین رقص بازی میکردن. همین سه کس مجبور میبرن که برو بازی کن. مردم ایزا میکشیدن برو آخی تو هم پگه توی میکنی آخی توی هم بازی میکنن. میبردن بیچاره مجبور بازی میکنن که منم پگه توی کنم که توی من میام برون آباد کنم. گفته عادت ها بود. همین خیلی چیزا از بین رفتگی
همین خیلی خب من همین انسامبل نسیم قراتو از سال 2004 تاسیس یافت، ولی زمینه‌هایش من فکر میکنم که قبلا نیز بود. گروه‌های خاصی بودن که مثلا در حیات بخش فرهنگ نبودن ولی خودفعال بودن، یعنی جمع میشدن در یک جا، همین گونه مثلا سرودها را جمع میکردن و اجرا میکردن. من میخواستم در مورد این کمی برای ما معلومات. بله، تا تاسیس یافتن همین انسامبل فولکلور اتنوگرافی نسیم قراتو وجود داشتن، برآمدها بود خیلی با کمک همون رئیسای محله و رئیسای جماعت همون استعدادهای اقشلاق جمع میکردیم و مشق میکردیم و برآمد میکردیم. این خیلی بعد که انسامبل تاسیس یافت رسما 2004 چخیلی که اپای سلطنت اینجا گفتن راهبری همین انسامبل به دوش استاد بیبی رجب نیازی تا 2017 این کس راهبری کرده آمدن. بعد صفی همین استعدادا زیاد شدن گرفت. خب بغیر اونه که ما در چهاربینی های نوحوی پیوسته اشتراک میکنیم و در پایتخت جمهوری نیست شهر دوشنبه دعوت میشیم، باغ فردوسی، باغ بوتانیکی، باغ رودکی، چی چهاربینی ها میشد ما دعوت میکنیم، میریم برآمد میکنیم. بیشتر مهم برای همین انسامبل مودا و خارجی ها بسیار ذوق میبرن، مهم ثبت میکنن. خلاصه بعد آیسته آیسته من مدیری بخش عبیدالله کرامت با اقدام این کس خب با 4-5 واحد دیگر زیاد شد، انسامبل باز پرتر شد. من چهاربینی کلان، من جشنای نوروزی ده ماهان تا 20 نفر برام به صحنه میبرم. من میخواستم در این مورد بگم عبیدالله کرامت نیز یک نفر هنرمندی هست که بیشتر به فولکلور توجه داره. بله. خب با گروه شما سرود میخونن، اجرا میکنن. بسیار. خب با شاعران نیز همکاری میکنید برای که در رویه همین آهنگ ها، در رویه همین سرود ها ایجاد کنند ترانه ها. بله، ما از اشعار شاعری همین خدامان اعظم نایه شهر معروف نیازی از اشعاری ویوهای در رپورتاج جو کردگیم آهنگ میبندیم. بیشتر رپورتاج مهان از خلق گرفته شده است، از همین چیزایی که یک جو یکی دسترس میکنیم حاضر آسان هم تلفن قطعی ضبط میکنیم میبریم بو باید دیگه بو باید تکمیل میتیم در بله در رپورتاج جو میکنیم سرود تیار کرده صحنه میبریم. در برابر اونه که دایره بیشتر همین در سرودهای شما اجرا میشد، خاصتا این رو بیشتر زنها می نوازن، حتی در توی معرکه ها نیز ما زیاد میبینیم. ولی یک سازی مشهور دیگر این نای است، مهتر. من اخترش مهتر که زیاد استفاده می شود در همین انسامبل شما و خب شما بیشتر این رو اجرا میکنید. من میخواستم که با واسطه همین ساز یک آهنگ ملی برای ما اجرا کنید.
همین سرنای سازی هست که خاصی بزم های مردمی است و قبلا همین گونه هنر رو نینوازانی مشهور بودند که به شاگردانشان می آموزاندند. خب شما نیز استاد داشتید، فکر میکنم که مکتب خاصی نآموختید، از نزد نفری گذاشتید. یگان کار به استاد نمیشد. همین هر کی به استاد کرد آغاز کار، کار بار او ندارد اعتبار. دامن استاد گیرو شاد شو، مدت خدمت کنو استاد شو. خب کسی بود که به شما آموزاند؟ استادتان ما اکنون در یک کوهپاره بودیم، همین ما گاه همین رباب نواخته. من وقت چخل بود، یا سالدار میرفت که یه هفته در خونه هوای بزم بود، فقط رباب و حوضخانی بود. همین مایده ما یک همین اسبابی همین پدری بود. همین ما گرفتیم کم یاد گرفتیم، نفس گردانی هم یاد گرفتیم. بعد همین یک وقت بود که همین جای ما با همین استاد ما رفتن، گفتن که همین یک مهتر نواز کنیم میتونیم؟ من گفتم نمیتونم آخی. بعد گفتن که گیت نواز. همین گیتم یک موزیک هم نیم کلا گفتن که میشد، همین میشد. گفتن تمام. ما گفتن یکم توی همین توی برای کارگشون ازبکستان روی کردن. با 2 تا موزیک 3 تا موزیک که ما ازبکستان رفتیم آمدیم دیگه. همین فقط همین پس همین کسبه شدیم. همین ما یاد گرفتیم. استاد من قریب فامیلی وایم قریب. من بچه همین استاد هم میشم. شاگردان دارید؟ شاگردان هم هستن، یک 3-4 که از همین شادرمان یک تا شاگرد یکمین شاگردان بود. انا بدالف محمد علی بودن. من اکی میلی میدونم قطعمینو گشتگی. انا باید با مهتر انا یاد دادم. من گیتار نواختن یکون. انا با من چند شاگردای دیگه هست. برادرای خودم دو تاش انا مهتر با همین کسب با من نواخته. خب در گروه شما بیشتر وقت مهتر نوازی میکنید و رقص اجرا میکنید؟ در انسامبل نسیمی قراتو انا مهتر نوازی میکنم، رقص میکنم. انا تئاتر با من رولو با خی برآمد میکنم. یعنی مکتب خاصی هنرمندی نگذاشتید ولی این استعداد فطری است. عادل ده همین رنگ من این فالکلور چخیل همین فالکلور از دورنی خلق گرفتگی. این فالکلور همیش از دورنی خلق گرفتگی. برای که من همین رقصایی که من همین چیزایی وای هست، مثال من یک شعرایی که چیزایی حجوی آورده همش از همین دورنی خلق. من خود خط کرده دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت بنای میرزا تورزاده می باشم. از کودکی من تلویزیون تماشا میکنم، آینه نیلگون. همین انسامبل فولکلوری نسیم قراتو میخوندن سرودخوانی. اون وقت انسامبل کامپیرو بود. بی ها حواس میکردم که منم همین سرانده شمامون درباره همین ها باشم. خلاصی گپ دانشکده صنعت رو خط کردیم. استادی من حیاتوی میمینا و فرقت سعید می باشن. در جاده فولکلور شناسی اصلدین نزاف درس دادم. بعد به حربی کار برفتیم. در یک معرکه دوستم خیلی سرودخوانی کردیم، بزم شد، توی معرکه شد. استاد بایلو کرامت همونجا با من واخوردن گفتن که تو کجای خط کردی؟ من گفتم من دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت خط کردگی، شعبه ایجادیاتی بدیهی خلق خط کردگی. بعد گفتن که ناحیه به بیا کار جا هست، ما تو رو تکلیف میکنیم. خیلی ناحیه با اومدم، انسامبل فولکلور شناس کردن، انا اکای ملیک مراد که شناس کردن. اینها همچون قدر استادی دارن با من. اکای عبدالصمد قدر استادی دارن. خیلی خوب شناس شدم. یک ماه همچون تجربه آموز فعالیت کردم. بعد از آن فعالیت کاری رو سر کردم. خیلی با دستگیری استادان من رو مدت 1 سال راهبری تئاتر خلقی در ناحیه موندم. حالا باشد در ناحیه به حیث راهبری بدیهی بخش فرهنگ کار و فعالیت کرده است. در انسامبل نیست ترانه‌خوانی میکنید؟
در انسامبل ترانه خوانی میکنم. باید یک کار کنیم، یک بزم روبوی خوانی تشکیل کنیم. خب همگی مثلا روبوی میسریم با جز من. یک تای روبویی با آهنگ و یک نفر مثلا با ساز. خب از شما شروع میکنیم، از خود شما. باشد. خب رفتیم. جان به جمال جانان میلی جهان ندارد، جان به جمال جانان میلی جهان ندارد. هر کس کیا ندارد حقا کیا ندارد، هر کس کیا ندارد حقا کیا ندارد. ای بچه بچه مرا بننگ آوردیا، ای بازی بازی مرا بچنگ آوردیا. ای خود گفته بودی دختر به من رام شویه، ای ما رام شدیم بدی چیننگ آوردیا. امارم شدم با دل چیننگ آوردیا. آستینت جنبانده دلم سوزانده، آستینت جنبانده دلم سوزانده. با خنده شیرینت جگرم بیریانده، با خنده شیرینت جگرم بیریانده. فلک داد و فلک داد و فلک داد، فلک از دستی تو صد خانه برباد. فلک را در جهان پیدا نمیکرد، کی عمری آدمی را کم نمیکرد. فلک را در جهان پیدا نمیکرد، کی عمری آدمی را کوتاه نمیکرد. سپاس زیاد به شما. آفرین که همین گونه گنجینه های قدیمه را حفظ میکنید، نگه میدارید و باز هم به مردم میرسونید. برنامه گنجور بود و ما امروز گنجینه به بهای فولکلور مردمی شهر نو رو باز کردیم برای مردم و پیشنهاد نمودیم. امیدوارم که برنامه امروزه به شما دوستان عزیز پسند آمد. همینجا به انتهای برنامه میرسیم و در انتها باز هم یک ترانه زیبا از جانب انسامبل اتنوگرافی نسیم خرطاق پیشنهادی ما میگردد. دانه دانه خواندر بری رو